سلام علیکم دوستان عزیز. زنده سلامت خانسادان باشه. سبب های شرک آوردن انسان ها رو روشن کنیم که بسیار سبب داره. سبب یکمش که چی هستن؟ بابوها بیبیاشون میسوان کارا میکردن. سبب اساسیش همین به مانند قریشی میگفتن که ما دینی بابوهامون موندم سالمون نمیشه. هستن از زمانی موندم که میگه بیبی بابوهامون کارا میکردن چرا ما کارا نکنیم. یک سبب یکم. سبب دیگه‌ش این است که بیسوادی. من که مکتب که اول خوندم قبول نمیکردم خیلی چیزا رو. میگفتم که کاری که میکنم با فکرم که درست است. سواد دانش میگه که دانش اندر دل چراغ روشن است و اصلا برتری تو جوشن است. جوشن که حمایه کننده است. انسان حمایه میکنه. دانش علم. برای اینکه اول آیاتی بر پیامبران صلی الله علیه و بود درباره چی بود میخوام گفت. به محمد صلی الله علیه و میخوام. دوم سوم سبب چیست؟ هدایت. هست آدمایی که سواد دارن میخونن علم دارن با شرک میکنن خداوند باور ندارن. اتئیستا سواد دارن لیکن باور ندارن. سومش این هدایت. مثلا که من میخوانم علم داشتم لیکن خداوند مرا هدایت کردگی. هدایت چون که پیغمبر هم گیرک میکردن که نزد ابو ندا میکردن که چرا اما که من ایمان نمیارد. ابو طالب ایمان از دنیا رفتن که باید نازل شد که ای محمد کسی را که تو میخوای هدایت کنی اون کسی را هدایت کنی نمیتوانی. اون کسی که من خواهم هدایت میشود. چهارم سبب همین شرک آوردن تقلید کردن یعنی که پیروی کردن. در قریشی میگفتن که ما اگر ایمان بیاریم ما رو آدم‌ها احترام نمیکنن، ما رو کلانمون سردارمون رو بعد چی میکنن رو میگردونن. تقلید میکردن و ما چشون کلاناشون ابو جهل نیست. از ابو جهل میترسن. مشرکای اودیوشون میترسن که اگر ما ایمان داریم ابو جهل ما رو چی میکنه میکشه که چی میکنه نیست میکنن. چون یک پیغمبر من قتل کردن. بو پنجم ششم هفتم باقی موندهش این با کسی که آدم که شش تا خیز کرد و از خداوند مثل که هدایت نکردش نشده باشد و مثل که سواد نداشته باشد با کسایی که شش تا خیز کرد آن کارها رو میکند. با مانند از ببینید که در زمانی ما چی میکنن همون در سپوچکاشون یک چیزا رو سنگا رو میویزن که سنگی ما میگه چی است ازمرود است، سنگی من فلانی است، سنگی من چی است. اینا هم به همین چیز باور کردن در گردنشون میآویزنن. میگه که همین مرا چی میکنند خشون میگن باز قول خشون اعوذ بالله ما خوشبخت میکند یا که همین سنگ مرا طبیعت مرا خوشحال میکند. این هم شرک میداره. یعنی که ببینید چه سبب دارد. بیسوادی، از خداوند دور بودن، چی میگن پیروی از بابا بیبیو کردن، تقلید به کسی کردن، با کسی نشستن خستن. با گرسکوب رو باور میکنن که گرسکوب ستاره چی میگن ستاره ها چی میگویم گفته اینم کسی باور کنه شرک سوده میشه. الله تعالی ما بنا نمیبخشه اما شرک نمیبخشه. دیگه که در سوره الحم میخونیم میگیم که اعوذ بالله من الشیطان ایاک نعبد. معنیش چیست؟ ای خدا تو رو تنها میپرستیم. ایاک ای الله تعالی تو رو میپرستیم تنها میپرستیم. و ایاک نستعین و از تو میگه طلب حجت میکنیم. از تو میگه مشکلی رو طلب میکنیم دعا میکنیم خدا مشکل رو آسان کن. در نماز که میخوانیم اینها رو پس چه حجت است که به کسی به چیزی باور کردن؟ من شما گفتم که سببش رو زنده سلامت خانم سبب باشه و کسی کدام سببی رو که اگر که در جا خوانده باشد دونسته باشد در زیر ویدیو نویسین که با چی سبب میشد که انسان به شرک داده میشه. من نمیدونستم که شرک چیست قبول نداشتم. میفهمین همه تمام تاجیکایی رو من نمیدونستم که این شرک است و این گناه هست ممکن است اما قبول نداشتم همون چیز رو. کودک بودم قبول نداشتم همون چیز رو. میگفتم اون چی رو آدم با فکر اینو درست میکنن اما نمیدونستم که برای چی هم قرآن درست میکنن. اما به همه سوالات در قرآن جواب است. با شرطی که ما به قرآن برگردیم. در قرآن کریم در قرآن عظیم شان همه سوالات ما جواب مییابیم. با آن شرطی که ما به آن برگردیم و آموزیم و تعلیم گیریم و
با اون پیروی کنیم. زنده سالمان خالص باشید. لایک و подписывайтесь, فراموش نکنید.